سلام، من آیدا، به چنل من خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام در مورد یکی از مؤثرترین کتابای توسعه فردی که من تو زندگیم خوندم با هم صحبت کنیم. من معمولا تو کتابای توسعه فردی بیشتر دنبال کتاباییم که بهم یاد میده چطور بهتر تصمیم بگیرم، هوشمندانه‌تر زندگی کنم و از عمری که دارم بتونم بهره بیشتری ببرم. کتاب Hell Yeah or No دقیقاً از این کتاباست. نویسندش دریک سیلورزه و یک کتاب خیلی کم حجمه اما پر از نکات مهم و کاربردیه که بهتون یک بینش جدید میده و کمک میکنه بهتر تصمیم بگیرین. ایده اصلی این کتاب که اتفاقا از اسمش هم مشخصه Hell Yeah or No یعنی شما باید به افرادی تو زندگیتون جواب مثبت بدین، به موقعیتی تو زندگیتون جواب مثبت بدین که واقعا براش هیجان دارین. Hell Yeah یعنی با اشتیاق بگین بله و اگه اینطور نیست، اگه اشتیاق کافی ندارین حتما باید بگین نه. خب بریم با هم 5 نکته اساسی از این کتاب رو که برای من جذاب بوده بررسی کنیم. نکته اول، اگه واقعاً برای انجام کاری اشتیاق کافی ندارین باید بگید نه. این یه نکته طلاییه، این که بی‌رحمانه نبگید. اگه مطمئن نیستین یه چیزی براتون خوبه یا نه، اگه مطمئن نیستید که کاری که دارید انجام میدید با ارزش‌های زندگیتون همراستا هست یا نه، اگه اون کار شما رو از هدف اصلی زندگیتون دور میکنه بهش بگید نه. مهارت نگفتن رو تمرین کنید. این نکته چرا اینقدر اهمیت داره؟ چرا اینقدر همه جا راجعش صحبت میشه؟ چون ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیز در دسترسمونه. به راحتی میتونیم هر کاری رو انجام بدیم. علاوه بر این دور و برمون پر شده از چیزایی که حواسمون رو پرت میکنه، وقت و انرژی الکی ازمون میگیره. برای همینه که مهارت نگفتن به یک آدم، به یک موقعیت یکی از مهمترین مهارتایی که شما میتونید تو زندگیتون یاد بگیرید. راه حلی که نویسنده پیشنهاد میده اینه که به چیزای کمتری تو زندگیتون بله بگید. این کار وقت و انرژیتون رو آزاد میکنه. علاوه بر این بهتون کمک میکنه به کارهای اصلی زندگیتون، اهداف اصلی زندگیتون بیشتر برسین و که زندگی خوشحالتری داشته باشین. پس کارهای کمی تو زندگیتون انجام بدین ولی همون کارهای کم رو با دلتون انجام بدین. نکته دوم، به اندازه کافی استراحت کنین. این نکته برای من فوق‌العاده مهم و کاربردی بود، چون باوری که من تو زندگیم داشتم، باوری که سالهای سال زندگیمو بر اساس اون بنا می‌کردم، این بود که اگه سخت‌تر کار کنم، بیشتر تلاش کنم، همش خودمو تو فشار قرار بدم و تو همه ابعاد زندگیم دیسیپلین داشته باشم، اینجوری قراره بیشتر پیشرفت کنم و خوشحال‌تر باشم. اما وقتی یاد گرفتم به اندازه کافی استراحت کنم و تفریح داشته باشم، به طرز عجیبی همه چیز بهتر شد. درسته که کارهای کمتری انجام دادم ولی خیلی سریع تو همون کارهای کم پیشرفت می‌کردم. یه وقتایی ما واقعا یادمون میره برای چی داریم اینقدر تلاش می‌کنیم؟ چرا اینقدر خودمون رو تحت فشار قرار میدیم؟ اگه همه کاری که داریم انجام میدیم در راستای رفاه و خوشحالیمون نباشه، پس واقعا چه ارزشی داره؟ فراموش کردن این نکته باعث میشه ما خیلی وقتا استرس و فشار بی‌موردی به خودمون وارد کنیم که واقعا هیچ سودی نداره جز اینکه زندگیمون سخت‌تر میشه. نکته شماره 3، یه تکنیک برای رهایی از اهمال کاری. به جای اینکه از و استفاده میکنی، از یا استفاده کن. خب این یعنی چی؟ دیدین یه وقتایی یه کاری رو میخواین شروع کنین، کلی شرط و شروط میذارین برای خودتون؟ مثلا حتما باید صبح زود بیدار بشین و حتما یه صبحونه قوی بخورین و کفش و لباس مناسب داشته باشین و حتما موقع پیاده‌روی یه پادکست مفید گوش بدین. اینقدر برای خودتون شرط و شروط میذارین که احتمالاً اون کاری که قرار بود انجام بدین رو دیگه انجام نمیدین. اگه به جای همه این وها از یا استفاده کنین، مثلا بگین اگه صبح زود بیدار شدم، یا وقتی که صبحونه مفیدی خوردم، یا وقتی که داشتم به پادکست مورد علاقم گوش میدادم، اگه به جای این وها یا بذارین به احتمال بیشتر این کار رو انجام بدین. خیلی وقتا ما برای خوشحال بودنمون هم حتی شرط و شروط میذاریم. مثلا با خودمون میگیم من در شرایطی خوشحال خواهم بود که اولا همه کارامو انجام داده باشم، یه لیست طولانی از کارها، و حتما در طول روز ورزش کنم و حتما غذای سالم بخورم و کلی چیزای دیگه. اگه برای انجام کارهای مختلف کلی شرط و شروط میذارین و کلی قانون پشت سر هم ردیف میکنین، احتمالاً اون کار رو انجام نخواهید داد. این تکنیک یعنی استفاده از یا به جای و بهتون کمک میکنه کمتر اهمال کاری کنین و زندگی خوشحالتری داشته باشین. نکته شماره 4، از خودتون بپرسین اگه نیاز به پول یا تایید دیگران نداشتین چی کار میکردین؟
زندگی‌های امروز پر شده از کارهایی که ما برای به دست آوردن پول یا تایید دیگران انجام میدیم. از خودتون بپرسید اگه کاملا بی‌نیاز بودید از پول، اگه نیازی نداشتید توجه دیگران رو به خودتون جلب کنین، چه کارهایی رو انجام میدادین؟ یا اینکه چه کارهایی رو انجام نمیدادین؟ تبدیل به چه آدمی میشدین؟ اینجا هدف نویسنده این نیست که پول یا مقبولیت اجتماعی هیچ اهمیتی نداره. فقط این سوالا رو مطرح میکنه که شما یک بار بدون فیلتر پول یا توجه دیگران به دنیا نگاه کنین. اینجوری باعث میشه که شاید دقیق‌تر بفهمین چه چیزی رو واقعا برای خودتون میخواین. همش از خودتون تو مقاطع مختلف بپرسین دوست دارین چجوری زندگی کنین؟ به چه چیزی واقعا علاقه دارین؟ جواب این سوالات رو شاید الان نتونین بدین، ولی مطمئن باشین وقتی این سوالات رو برای خودتون مطرح میکنین، وقتی واقعا کنجکاو هستین که به جوابش برسین، ناخودآگاهتون هوشیار میشه و اون پشت صحنه تمام تلاشش رو میکنه تا شواهد دنیای اطراف رو جمع کنه تا شما رو به جواب سوالتون برسونه. آخرین نکته شماره 5. چیزی که برای شما واضحه برای دیگران ممکنه پیچیده و شگفت انگیز باشه. همین یه نکته میتونه جهانتون رو تغییر بده. تا حالا شده یه ایده خلاقانه ببینین، یه آدمی رو ببینین که یه کار خارق العاده کرده و همش تو ذهنتون سوال پیش بیاد که این آدم چطور همچین کاری رو کرده؟ اصلا چجوری همچین چیزی به ذهنش رسیده؟ احتمالاً مکالمه بعدی هم که تو ذهنتون پیش میاد اینه که شاید هرگز نتونین شما این کار رو انجام بدین. اصلا هیچ وقت اینقدر خلاق نبودین. برای من خیلی پیش اومده اینجوری فکر میکنم. در مورد ایده ها و کارهای دیگران فکر میکنم چقدر شگفت انگیز و پیچیده است، ولی در مورد ایده های خودم فکر میکنم چقدر واضح و عادیه. شاید هر کسی بتونه به همچین چیزی برسه. در حالی که اطرافیانم خیلی وقتا شده بهم میگن چطور همچین چیزی به ذهنت رسیده. چی میخوام بگم از این همه حرف؟ میخوام بگم چیزی که برای شما واضحه برای دیگران ممکنه سخت و پیچیده باشه. پس اینقدر بی‌رحمانه خودتون رو قضاوت نکنید یا اینکه حسرت دیگران رو بخورین. اگه فکر میکنین یه ایده‌ای دارین که میخواین انجامش بدین. بذارین دنیا در مورد شما قضاوت کنه. امیدوارم این نکاتی که امروز با هم بررسی کردیم براتون مفید بوده باشه یا حداقل بذرش کاشته بشه تا در آینده زمانی که نمیدونین حتی کی به دردتون بخوره. دوستتون دارم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.